سلام دوستا، خوب هستی؟ چی حال داری؟ دوستا امروز قرار بود با ما میمان بیاد. دین روز یک ذره گوشت اخته کرده بودم که کباب کنیم. میمان ما متاسفانه نتانست بیاید. نمیفهم گفت کسی آمده بود کار داشتم دیگه. کباب زیاف جور کردیم، اما میخوایم کالووان نامد میمان. ما اندازه می فامیل خودم یک 4 سیخ همیجا زغال تازه کنم، یک 4 سیخ کباب جور کنم دیگه. ایش مجبور هستم فردا چون مزیاف گوشت اخته کردیم دیگه. ببینیم امید به خدا کالیون زغالمون روشن میشه نمیشه. ما خود کار خودمون کردیم. کیان فکر نکنم که مچو مالی یو بود، مچو چی بود ایام که روشن نمیشه دیگه. کوشش بندگی خود داریم. میمان ما کدام مشکل برش پیش شد نتانست بیاید، مجبور شدیم دیگه که ما هم کباب یک 4 سیخ اندازی همی فامیل خودم جور کنم تنهایی بخوریم دیگه. شما دوستان بیننده باشی ما هستیم. مگم آیا چی کباب آمده از دین روز که ما او را اخته کردیم. اختان دیگه از لیمو و سیر و پیاز و زرچوبه و نمک و همه چیز زدیم روی شام و شمات او داده بودم دیگه. چی یک کباب شاید بیا که بویش از خوردنش کده بویش آدم نشه میکنه. اما میمان ما متاسفانه نتانست بیاید، کدام مشکل برش پیش آمد همو فرق نمیکنه. ما اندازه خود ما جور میکنیم دیگه شام فردا انشالله جور میکنیم. بیننده باشید تا سیخ زدم. بیا داخل بیا بابای من بیا که بله دوستا دیگه اینه کباب ما زیاف گوشت اخته کردیم دیگه. متاسفانه که میمانا نتانست بیایم، مجبور هستم و می فامیل خودم 4 سیخش میزنم دیگه. شام میمانیم به فردا دیگه انشالله. چون اگه حال کل از این سیخ دیم بازی کباب هم یک جوری هست که اگه داغ نخوری باز مزه خود خواستیت خود دست میده. ما هم کوشش میکنم همه غیر سیخ دیم که ما خورده بتانیم. شما دیگه بیننده باشی. امید است که ای کباب هم خدا شاهد است همه تو یک خوشبوی شده هنوز پخته ناکده. چون ایده از دین روز که ما اخته کردیم دی لیمو ریختیم، ماس ریختیم، پیاز ریختیم، سیر ریختیم، نمک و همو دیگه مسالایی که کار داشت ریختیم. امیال بویش یک جوری است چی برسه کی رسه آتش بانی دیگه. شما دوستان جایتان خالی، واقعیت جایتان خالی. ما هم یک سیخ سینه زدم، یک سیخام اینه ران میزنم، یک 2 سیخام بال میزنم. اما خیلی خوشبوی شده چون خیلی وقت اثرش گذشته. یکان تا دمی افغانستان در هتلای رستورانای افغانستان که میرفتیم میگفت کباب اگه اختیش از دیر بانه خیلی خوبش میاد. اما واقعیت گفته اما تو رامست خیلی از امیال بویش چیز خیلی خوبش است دیگه. جای دام خالی دوستا. بله دیگه
کباب باز یک چیزی هست هیچ وقت دل نمیزنه. همیشه که باشه اگه تازه گرم پخته شود خیلی مزه میده، دل کسی را نمیزنه. اما ما دیگه اینا در فامیل تعداد زیاد نیستیم، خودم و خانمون تا بچگکایم است دیگه، مجبور هستم اندازی بزنیم که خورده میتونیم. اگه بیشتر بزنم بان او بازم با فردا مزی خود دست میتنم. ما هم کوشش میکنم که اندازه سیخ بزنم. سیخایی هم که حالا کار ندارم ما خودم میزنم. این سیخا هم هر سیخ اگه پیش یک نفر بونی سیرش میکنه، چون سیخا را من مدل میزنم که یک آدم قشنگ سیر کنه. این حال در هتلا و رستورانا که میری یا که هستن کم میزنن سیخ، تو زیاف نمیزنن، 3 توته 4 توته میمانن او را به درازی. او آدم سیر نمیکنه، مجبور میشی که چند سیخ فرمایش بیدی که تو سیر کنی. اما خانگی که هست نه دیگه، خانگی را جوری باید جور کرد که یک سیخ اگه گرفتی بست کنه سیر کنی، که ما همو کار میکنم. اما تعریف از خودم نباشه دوستا، خیلی از دوستایی که پیش ما آمدیم قبلا یگان دفعه ما کباب کردیم برشان